والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، و امروز در برنامه مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و در موضوع این یکی از موضوعهایی که اگر انسان این نعمت را داشته باشد، این نعمت ها را داشته باشد، در حقیقت سعادتمند دنیا و کامیاب آخرت خواهد بود. برادران گرامی و خواهران عزیز، موضوع این هفته ما شکر و قناعتمندی در نعمت‌های الهی می باشد. بعد از مختصر صحبت کردن از جوانان و شنوندگان خواهش میکنم که سوالایی که داشته باشند در رقم 2242511 زنگ زنند و سوالهای خود را دایر به این موضوع، یعنی شکر و قناعتمندی، بپرسند. در حقیقت وقتی ما به قرآن می‌نگریم، آیات‌های زیادی در موضوع شکر و شکرگزاری آمده است. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی سپاسگزار بودن. شکر یعنی خرسند بودن، سپاسگزار بودن به همه نعمت‌ها. پس یکی از سبب‌های فراوان شدن رزق انسان و عمر انسان و با برکت شدن عمر انسان می‌شود. خداوند جل و علا در قرآن سوره ابراهیم چی زیبا می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما شکرگزار باشید بر نعمت‌های من، لأزیدنکم، در حقیقت من نعمت‌هایم را برای شما می افزایم، مبارک و برکت می گردانم. ولئن کفرتم، اگر کفران نعمت کردید، اگر ناسپاسی کردید، بی قدری نعمت‌ها کردید، این عذابی شدید، بدانید که در حقیقت عذاب من بسیار دردناک است. خداوند جل و علا از حضرت سلیمان تعریف میکند و میگوید در قرآن سوره نمل آیت 40، خداوند جل و علا میفرماید: قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. حضرت سلیمان را تعریف میکند که حضرت سلیمان میگفت: قال هذا من فضل ربی، این حکومت و این ثروت و این دولت و این قدر نعمت‌های فراوان من فضل ربی، از فضل و رحمت و برکت پروردگارم است. لیبلونی ای لیمتحننی، مرا می سنجد، امتحان میکند، می آموزد. اشکر ام اکفر، آیا من سپاسگزار خواهم بود یا سپاسی میکنم بر نعمت؟ در برابر که نعمت مسئولیتند. و در دامش من شکر فانما یشکر لنفسه، و هر کسی که شکرگزاری میکند، قدردانی نعمت‌های پروردگار جل و علا را میکند، در حقیقت فانما یشکر لنفسه، به منفعت خود شکرگزاری کرده است. این شکرش سبب برکت و سعادت در زندگی و عمرش میشود. ولئن کفرتم، بخشش، فمن شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر، و هر کسی که ناسپاسی کند، فان ربی غنی کریم، بیگمان پروردگارم بی نیاز و کریم است. ببینیم خداوند جل و علا در سوره بقره آیت 135 می‌فرماید: فاذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا اینکه من شما را یاد کنم. مرا شکرگزار باشید. ولا تکفرون، و کفران نعمت نکنید. بیایید ببینیم نعمت‌های پروردگار جل و علا چی هست.
بعضی ها تنها پول و مال و ثروت و دارایی رو نعمت می شمارند و می دانند، اما این فهمش نادرست است. بیننده عزیز، نعمت‌های پروردگار جل و علا به حسابند، چنانکه که خود جل و علا در سوره ابراهیم آیت 24 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما بخواهید که نعمت‌های ما رو شمارش کنید که چند هزار و چند میلیون است، شما نمیتوانید. اگر بخواهید که حساب کنید نعمت‌های ما رو، شما است. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. از هر نعمت برادران عزیزم شکر می‌خواهد. بیناییش این نعمت است، شنوایی نعمت است، تن سالم داشتن نعمت است. بیننده عزیز، وطن آرام داشتن این نعمت است. ایمان و هدایت داشتن این نعمت است. خدا را برای همه این شکر بگوییم. ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه زیبا می‌فرمایند: التحدث بنعمت الله شکرا. با زبان آوردن و با زبان گفتن و به یاد آوردن این نعمت‌ها قسمتی از شکر است، نه همه شکر. و ترکه کفرا. و هر کسی که با زبانش نمیگوید نعمت‌هایش رو، دارایی‌هایش رو، خدای تو را شکر برای ایمان، برای اسلام، برای قرآن، خدای تو را شکر برای پدر و مادرم، پروردگار تو را شکر برای تن صحتیم، پروردگار تو را شکر برای وطن زیبا و آرامم، پروردگار تو را شکر برای همسری غمخوارم، برای فرزندانم، برای اون دوچرخه‌ام. شکر کنیم، با زبان بگوییم. وقتی تنها ماندیم خدای تو را شکر. پس قناعتمندی و خاطر جمعی انسان را فرا میگیرد و ثروتمندترین انسان برادران عزیزم انسانی هست که قناعتمند است. ما در موضوع شکر گفتیم. در موضوع قناعت چیست؟ ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این نعمت بی‌بها را چی زیبا تعریف کردند و گفتند: لیس الغنى عن کثرة العرض. ثروت حقیقی این نیست که تو دارایی‌های زیادی جمع آورده باشی، مال و ماشین و ثروت زیاد جمع آورده باشی. الغنى نفس. ثروت حقیقی، خواهران عزیزم، بیننده عزیز، این قناعتمندی و خاطر جمعی است. در خانه‌ای که مؤمنان قناعتمندند، خشک دارند، تر دارند، کم دارند، زیاد دارند، به اون خرسندند، آن را میخورند، خدا را شکر میکنند، عبادت میکنند. اگر چندی خانه همه خسی باشد و لایی باشد، آنها چقدر خوشبختند. اما در قصر زندگی کنی اما قناعتمندی و خاطر جمعی و شکر نداشته باشی، و شکر اگر نداشته باشی، گویا اینکه در خرابزار زندگی داری. از همه مهم ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در انسان یک گوشت پاره‌ای هست، اگر آن اصلاح شود همه جسدش اصلاح می شود، اگر آن فساد شود همه جسدش را فسادی می گیرد. پیامبر محبوب فرمودند: الا و هی القلب. این همون قلب شما هست. قلب را از حسد، از کینه و کدورت، عداوت و دشمناگری پاک کنید با شکرگزاری و قناعتمندی. برادران گرامی، آیت‌های فراوانی در موضوع شکرگزاری و قناعتمندی هست. ببینیم خداوند جل و علا در سوره ملک آیت 23 چه زیبا می‌فرماید: هو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. قلیلا ما تشکرون. بگو اوست آن کسی که به شما انشأ لكم السمع، شما را پدید آورد،
و برای شما گوش و دیدگان و دلها آفریده است. چه کمند انسانی که سپاسگزار باشند. وقتی که نعمتها در نظرت، در نگاهت دور از معنا شدند، پس دور از هدف شدند، پس باید به یتیم خانه ها برویم. باید بیننده عزیز به معیوب خانه ها برویم که سالمی انسان چقدر نعمت بزرگ است. باید به قبرستان ها برویم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح گفتند که من در اول اسلام شما را منع کردم برای قبرستان رفتن، اما حالا برای شما اجازت دادم که از مردگانتون پند بگیرید. ببینیم حسن بصری رحمت الله علیه و یک دوستش بالای جنازه بودند، جنازه خواندند و حسن بصری رحمت الله علیه از دوستش پرسید که اگر به این میت فرصت دوباره زنده شدن را اگر خداوند بدهد چی فکر میکنی؟ او چی کار میکند؟ این دوستی حسن چی کار کن؟ غنیمت بدون این فرصت را. پیامبر خدا چی کار کن؟ غنیمت بدون این فرصت را. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی روایت میکند میفرماید من اصبح منکم آمنا فی سربه، هر یکی از شما از خوابش خیست صبح در خانهش امن و امنیت یافت، هیچ جایی نمیسوزد، هیچ آوازی خون و گریه نیست، خدا را شکر. در وطنش، در سرزمینش، در خانهش امن است. ببینیم بعد از امنیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ معافا فی جسده، عافیتی در جسمش است، هیچ جای جسمش بیمار نشده است، هیچ جایش فلج نشده است، به هیچ بیماری گرفتار نیست. عنده قوت یومه، روزانه خوردنیش را دارد. روزانه. کدامی از ما و شما بیننده عزیز روزانه خوردنی همون را نداریم؟ این سه نعمت را، نعمت امنیت، نعمت عافیت و نعمت روزانه خوردنی را داشته باشد، این را چی گفتن؟ فکأنما حیزت له الدنیا، این به مانند آن است که انسان تمام نعمتهای دنیا را به پررگی خود دارد، و پررگی دارد. در حدیث ترمذی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن من 5 نصیحت دارم، کی هست که از من این 5 نصیحت را میگیرد و به دیگران میرساند و زندگی خود را کامیاب میگرداند. حضرت ابو هریره میگن که من دست بالا کردم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستان من را گرفت و یک انگشتان من را پایان کرد و گفت، یکی از اون نصیحت های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت ابو هریره و تمام مسلمانان و تمام امت، وارضی بما قسم الله لك تکن اغنى الناس، راضی باش به آن چیزی که خداوند جل و علا برای تو قسمت کرده است، به تو راضی داده است، به آن راضی باش. تکن اغنى الناس، ثروتمندترین انسان خواهی بود. یکی از نشانه های ثروتمند بودن چی است برادران عزیزم؟ شکرگزار و قناعتمند بودن، خدا را شکر گفتن و قناعتمند بودن. ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره نعمت ها چی زیبا میگوید. در نعمت ها باید بنده مسلمان از خود بالا رو نگاه نکند، برای اینکه حریص و چشمش چور می شود. از همه مهم، از همه خطرناکش همین است که وقتی انسان به نعمت دیگران نگاه کند لذت نعمت خودش رو نمی بیند و نمی چشد، از اون استفاده نیک نمی کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند انظروا الی من هو اسفل منکم، در نعمت همیشه از خود پایین‌تر رو نگاه کنید. شما دوچرخه دارید، یک انسانی است که آرزوی این دوچرخه شما رو دارد. ببینید شما پای سالم دارید، انسان‌هایی هستند که آرزو میکنند به مانند شما سالم با پای خود راه بروند. این همه شکر میخواهد،
این همه شکر میخواد. ولا تنظروا الى من هو فوقكم، در نعمت هیچگاه از خود بالاتر را نگاه نکنیم، برای اینکه چنانه که پیش گفتم حریص و چشمچار میمانیم و از همون لذت های داشته های خود رو نمیچشیم. پس بیننده عزیز، زندگی خود را با شکرگزاری و قناعتمندی زیبا و با برکت بگردان. ببینیم انسان هایی که شکر نمیکنند چقدر سرسان و سرگردانند. آنی که پدر مادر را شکر نمیکند. شکر پدر مادر چیست؟ شکر پدر مادر احترام و خدمت کردن و دعای نیک آنها را گرفتن است. شکر همسر چیست؟ ببینیم یک مرد برای خانواده‌اش سالهای دراز کوشش میکند و مهنت میکشد روزهای دراز تا اینکه قوت لا یموت، تا اینکه فرزندانش و خانواده سرخم و کمیزاد نباشند. کوشش میکند که آنها را تأمین کند و این مسئولیت اوست. پس در اندکترین خوب نورسایی های نعمت ها چی میگوید؟ زن به همسرش میگوید که تو به من هیچ کار نکردی. این ناشکری است، این ناسپاسی است. اینکه مردی که زن با تمام وجودش خدمت میکند، سالهای دراز برای شوهرش برای خوراک میپزد و او را نگاهبین میکند، فرزندان رو تربیت میکند، با یک چیزهای اندکترین ناشکری این همسر را میکند و او را طلاق میدهد و او را ناکام میکند. این هست ناشکری. شکر فرزند چیست؟ شکر فرزند تعلیم و تربیه فرزند است. ببینیم صحابه کرام، بابای ما و شما سلمان فارسی رحمت الله علیه در دوران خلافت حضرت عمر رضی الله عنه فرمانروای عراق بود و ماهانه 5000 درهم برای او داده میشد. این همه 5000 درهم را برای پیشروی این سرزمین، برای کمبزاعتان، برای یتیمان، برای راه ساختن و مسجد و بیمارخانه و مکتب ساختن صرف میکرد. نگاه کنیم، خود مهنتی دستی خود را میخورد. با 1 درهم همون برگ های درخت خرما را میگرفت، با آن ظرف تیار میکرد و آن را میبرد و با 3 درهم میفروخت. پس در اینجا 2 درهم منفیت خیش شد. اما از آن 2 درهم 1 درهم دیگرش را برای انسان‌های نیازمند و کمبزاعت تقسیم میکرد و میداد و با همون 1 درهم خود برای خانواده خیش خوراکی تأمین میکرد. پس ما به نعمت‌های پروردگار جل و علا فکر کنیم تا اینکه نعمت‌ها زیبا و مبارک و برکت شوند. بیایید از زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره شکرگزاری و قناعتمندیش صحبت کنیم. مادرمون حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شب‌های دراز نماز می‌خواندند. چنان نماز می‌خواندند که پایهایشون ورم کرده بود. حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، چقدر خود را عذاب می‌دهید. خداوند جل و علا در سوره فتح برای شما گفته است که تمام خطاها و لغزش‌های گذشته و آینده شما را آمرزیده است. شما هیچ گناهی ندارید. برای چی خودتان را اینقدر عذاب می‌دهید؟ اینقدر طاعت بود زیاد. پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند یا عائشه افلا اكون عبدا شکورا. ای عایشه، آیا از بندگان شکرگزاری پروردگار جل و علا نباشم؟ پس با شکرگزاری زندگیمون رو زیبا و مبارک و با برکت کنیم. از عابدی پرسیدند که در چی حالی؟ فرمود بین دو نعمتم، میان دو نعمتم، رزقی که فراوان است از جانب پروردگار جل و علا و دومین نعمت گناهانی که از جانب پروردگار جل و علا پوشیدند.
این همه شکر و سپاسگزاری میخواهد. باید ما سپاسگزار باشیم برای همه نعمت‌هایش. درست است اگر این انسان تمام وجودش اگر اثرها اگر عمر ببیند و با تمام وجودش اگر شکر و سپاس بگوید، هیچ یک از نعمت‌های پروردگار جل و علا را به تمام و کمال شکر گزاری کرده نمیتواند. همین است که ما وقتی که ببینیم وقتی که یک ماه مبارک رمضان رو روزه می‌داریم، بعد از آن صدقه فیتر می‌دهیم. حکمت این در چی است؟ در این است که پروردگار رو اگر لغزش‌ها و خطاهایی کردم، پروردگار رو این خطاهایم را بیامرز و این نیکی‌هایم را قبول بگرد. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام. مولای محترم یک سوال داشتم. بله. قناعتمندی از چی آغاز می شود؟ قناعتمندی از چی آغاز می شود؟ سلامت باشید، برکت بینید. قناعتمندی بیننده عزیز از شکرگزاری قناعتمندی شروع می شود و می توان گفت که پس چنانی که در برنامه گفتیم بیننده عزیز، این قناعتمند یعنی ثروتمند انسانی نیست که تنها دارایی دارد. با خود بگو آیا تو راضی هستی که برای تو 100,000 سامانی یا دلار داده شود در عوض بیناییت، در عوض شنواییت، در عوض سلامتیت؟ آیا تو راضی هستی؟ هیچ انسان سالمی راضی نمی شود که چه این نعمت‌های الهی را با مال دنیایی عوض کند. پس شکرگزار باشیم و چنان که گفتم ذکر کنیم، به یاد بیاریم نعمت‌های پروردگار جل و علا را به زبان بیاریم تو اینکه قناعتمندی و خاطر جمعی برای ما و شما نصیب شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چیزی گفتند: الید العلیا خیر من ید السفلی. ید العلیا، دستی بالا، یعنی چی؟ الذی تعطی، دستی که میدهد، دستی که شاد میکند، دستی که دستگیری یتیمان و کم بضاعتان و قشر نیازمند جامعه را میکند، این دستی بالا دارد. خب حدیث را بعد از جواب این ادامه میدیم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم استاد عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. بله میشنوم، گپ زنید. استاد شیرین زبان، همین شکر تنها به زبان نفس یک سوال دارم. بسیار سوالی مهم و زیبا، حتما جواب میدیم. در حقیقت یک سوالی مهمترین را گفتن که آیا شکر تنها با زبان گفتن است؟ وقتی خوراک خوردیم الحمدلله تمام؟ نه، البته شکرگزاری با سه میشه، سه قسمت: سپاسگزاری و شکرگزاری با قلب، سپاسگزاری با زبان و جوارح با بدن. شکر نعمتی دارایی چی است؟ زکات دادن، صدقه فیتر دادن، یتیمی رو دستگیری کردن و سرپرستی کردن. یک جوانی که حالا مال و دارایی ندارد، در سن ازدواج است، او را خوشبخت کردن. این همه برادران عزیزم این چیزهایی هست که عملهایی هست که انسان را به قناعتمندی میرساند. پس اگر ثروتمندان ما چنان که حق خداوند جل و علا هست اگر ادا کنند، زکات مالشان را بدهند، صدقه فطرشان را بدهند، از نزدیکانتان شروع کنید. این حدیث را گفتم: و ابدأ بمن تعول. نیکی رو بیننده‌از، نیکی رو از نزدیکانت شروع کن. از خالت، دختر خالت، یک کبیتی، یک انسانی که میدونید خود نیازمند است، بیمار است، نیاز دارد به مال تو، نیکی کن. آیا میخواهی که جنت را از خود کنی؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در وقت زنده بودن حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چند بارها او را بشارت به جنت دادند. چطور؟ در مدینه یک چاهی بود، صاحبش یهودی بود که هر کسی از آن چاه آب میگرفت، مسلمانان
و اونها به مقدار مبلغی آب میفروخت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روزی گفتند کی میخواهد که جنت را از خود کند در عوضی این چاه را برای مؤمنان تقدیم کند و هدیه کند برای آنها آب برآورد و بدهد. کی هست؟ تا دیگر صحابه فهمیدند از این عمل مبلغهای خود را جمع آوردند و میخواستند آن چاه را از این یهودی بخرند. آمدند که حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چقدر سبقت کرده است و این چاه را خرید و در راه خداوند بخشید و گفت هر مسلمان و هر انسانی نوابسته از دین و آیین و ملتش میتواند از این آب شیرین استفاده کند. پس خیرخواه باشیم، از خود باقی بمانیم، نیکی ها باقی بمانیم، از خود مکتب ها، از خود راه های خوب، از خود چاه ها و آب های شیرین باقی بمانیم، از خود فرزندان صالح سالم باقی بمانیم. با این میتوان دنیا و آخرت رو خرید. با این میتوان در دنیا با نیکی کردن شما صاحب جنت میشید. پس نیکی کنید. گفتن و ابدأ بمن تعول، یعنی نیکی رو از نزدیکانت شروع کن. الید العلیا خیر من ید السفلی. السری حدیث شروع میکنیم، یعنی دست دهنده بهتر است از دست گیرنده نزد پروردگار جل و علا. و در حدیث دیگری الید العلیا احب الی الله، بسیار محبوب است، دست دهنده رو خداوند دوست می‌دارد. و خیر صدقه علی ظهر غنى و من یستعف یعفه الله. در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند، ببینیم چی زیبا گفتند. دست دهنده همیشه بهتر و زیباتر و محبوبتر است نزد پروردگار جل و علا از آن دستی که میگیرد. دست دهنده داشته باشیم، دل و اخلاقی و گفتاری داشته باشیم که دیگران را شاد کند با زبان خود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه زیبا میگن المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان انسانی هست، مسلمانی حقیقی انسانی هست که از زبان و دست اون هیچ کس آزار نمییابد. و در حدیث دیگر میگه خیرکم، بهترین شما، انفعکم للناس، منفعت اون انسانی است که منفعتش به دیگران زیاد میرسه. در موضوع قناعت از پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حدیثی هست که میفرمایند، خب بعد از جواب میدیم. بله برادر عزیز، سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم دولت محترم. و علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. حالا جون یک سوال داشتیم اگر بله بسیار خوب بشه. میشنوم جان، سلام باشین. حالا جون همین فرزند را چطور اوزانیم که با شکر کردن عادت بکنن؟ همین حضرت جون یک بفهمونده. بله. همین سوال ان شاء الله که سلام باشین. جواب داشته حضرت. خب برکت میکنم. بسیار درست قید کردند. ببینیم علما میگویند که وقتی که شما نیکی میکنید، نیکی ها باید مخفی باشند، اما زکات باید مخفی نباشد. با اون که میدهی باید بگویی که این زکات من است، این زکات مال من است، اگر مستحق همین مال هستی این رو بگیر تا اینکه مالم با برکت باشد. پس ببینیم علما میگن که وقتی که شما زکات میدهید فرزندان خود را با خود بگیرید، فرزندان خود را با خود بگیرید تا اینکه آنها ببینن چطور دادن رو بآموزن، شاد کردن رو بآموزن، شکرگزاری رو بآموزن. وقتی که خوراک خوردیم با دعا و دست برداریم با بدن بگیم الحمدلله الذی اطعمنا، حمد و سپاس پروردگار رو که به ما طعام و شراب داد. و علیکم السلام و رحمت الله. بله و علیکم السلام و رحمت الله. میشنوم که گرزنی. جان نظر خوبه. سلامت باشین، برکت بین کرامت. یک سوال داشتم. بله میشنوم. صحبت کنید که بپرسید. آیا شکر کردن سبب زیاد شدن رزق باشه؟ البته برادر عزیز. سلامت باشید. سلام باشید.
خداوند جل و علا چون که در اول برنامه گفته بودیم فرمودن لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کنید نعمت های مرا لازیدنکم، آنها رو بر زیاد میکنم، آنها رو مبارک میگردانم، آنها رو با برکت میگردانم. پس هر نعمتی رو شکر کنیم تو اینکه زیاد شود. شکر مول چی است؟ شکر مول این است که از آن زکات و صدقه فیتر و دلهای مؤمنان، دلهای نیازمند رو شاد کنیم. و نیکی کردن و شکری فرزند چی است برادر نیازم؟ تعلیم و تربیه فرزند. تعلیم و تربیه فرزند این یکی از قسمت‌های شکرگزاری نعمت فرزند است. اگر این نعمت رو شکر این نعمت رو به جا آوردیم، فرزند رو تعلیم و تربیت دادیم در راه راست، در راه علم و معرفت و اخلاق و خدادوستی، اگر تعلیم و تربیت دادیم لازیدنکم چی هست؟ یعنی شیرینی همون فرزند رو ما میبینیم. در روز قیامت سرهایمون بلند میشود ان شاء الله. خداوند جل و علا ما و شما رو در تربیت فرزندانمون کامیاب و موفق کند که این یکی از مهمترین چیزهای حیات انسان است. بیننده پرسیدند که شکری آبادی این وطن چیست؟ چه زیبا پرسیدند. سوال مهم، شکری این وطن چیست؟ خدمت کردن به وطن، خدمت کردن صادقانه به این وطن خدمت کردن. یک انسانی که در معارف کار میکند و معلم است، فرزندان و شاگردان را با اخلاق حمیده و با تربیت بلند و علم آموزاند و در حقیقت برای پیشروی این وطن سهم دارد، خدمت این وطن سهم دارد. عسکری که در مرز میستد، در چقدر سردی ها و در چقدر وزنینی ها و گرمی ها چقدر عذاب ها رو تحمل میکند. برای چی؟ برای اینکه این وطن آباد باشد. ما و شما بیننده عزیز با خاطر جمع در این سرزمین زندگی کنیم. این همه سپاسگزاری میخواهد. وقتی دعا کردید در حق همه اونها دعا کنید. پروردگارم این سربازان که در سرحد میستند همه فرزندان ما اند، با چقدر مشقت و وزنینی این وطن و این سرزمین را حمایت میکنند. پروردگار آنها را از خطرها و ضررها در حفظ و پناهت نگهبان باشه. اگر سوالی دارید میتوانید در پایان این ویدیوی پخش مستقیم میتوانید نویسید و آن را جواب میدیم. خدا خواهد. پس هر کس میتواند خدمت داشته باشد. نگذاریم هیچ فتنه‌گری بالای این سرزمین فتنه اندازد و قوم و ملت‌های این سرزمین را بین یکدیگر بشوراند. نگذاریم یک فتنه‌گر با فتنه‌های خود، با بهتان‌های خود، با خصلت‌های رذیله خود این وطن را ناسالم و ناآباد بگرداند. همیشه دعا کنیم. پس چنانکه که گفتیم، مادری که راه را تازه میکند و میروبد اون با زحمت‌های خویش به این وطن خدمت کرده است. تاجری که تجارت میکند صادقانه در راه خداوند از روی انصاف و عدل تجارت میکند، او در حقیقت بیننده عزیز در حفظ و پیشروی و آبادی این ملت، این سرزمین و کشور اون خدمت کرده است. بیننده عزیز، رقمی که به سوال ها جواب میدهیم این 2242511 است. اگر سوالی هست خدا خواهد جواب خواهیم داد. بله، اینجا سوال شده است که شکرگزاری، یعنی سوال چنین است: آیا اسراف برق آیا این ناشکری به نعمت نیست؟ در حقیقت ناشکری است.
بیاید یک برای عادی و ساده شدن این مسئله یک مثال بیارم از زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر وقتی میگذشتند حضرت معاذ در پیش نهر با سرآبی رویش رو میشست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود یا معاذ ما هذا الصرف یا معاذ، این چه اسرافی است که تو میکنی؟ حضرت معاذ گفت افی الماء صرف، میشود؟ گفتن بله. بله میشنم. سلام علیکم و رحمت الله. الو. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت سوال دارم. بله میشنم. همین بهترین سخن شکر کدام است؟ بهترین سخن شکر کدام است؟ سلامت باشید. ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عبارت هایی که برای سپاسگزاری و شکر نعمت هاست زیادند. از الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. و ببینیم دعای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو چه زیبا دعا میکردن. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. خدایا مرا بر شکر و عبادت، بر شکر و عبادت کردن و ذکر کردن و طاعت عبادت کردن پروردگار مرا کمک کن. بعد از هر دعای این، بعد از هر نمازی بعد از هر نمازی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این دعا رو میکردن. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پس این دعا رو زیاد بگوییم. الحمدلله زیاد بگوییم. سبحان الله، الحمدلله و لا اله الا الله، الله اکبر. سبحان الله میگوییم چقدر آسان است در تلفظ، اما بدانید که برای شما برای این تسبیح گفتن درختی در جنت بنا می شود. خب سوال دیگر این است که گفتند از شما خواهش می نماییم که در اخیر در حق پیشوای ملت دعا کنید و عسکر بچه ها دعا کنید. بله، و در اخیر برای همه شما کامیابی ها و سعادتمندی ها خواهانیم. امیدوارم که از آن چی گفتیم عمل کردن را برای خودم و تمام بینندگان خداوند جل و علا نصیب گرداند. همیشه سربلند و کامیاب و موفق باشید. خداوند جل و علا پیشوای ملت، آن شخصان و جوانمردانی که و جوانزنانی که همیشه برای پیشروی این ملت، برای کامیابی این ملت کوشش میکنند، سعی و تلاش میکنند، عسکرهایی که در سربازهایی که در چی هستند، در سرحدها هستند، چقدر مشقت‌ها دارند. دعا میکنیم که خداوند جل و علا با آنها عمری درازی با برکت، هدایت ایمانی کامل و سربلندی، عزتمندی دنیا و آخرت نصیب کند. و به همه بینندگان و به شما نیز دعا می‌نمایم که خداوند جل و علا ما و شما را همیشه کامیاب و موفق و همیشه مفید و منفعتناک برای خیش، برای خانواده خیش، برای وطن خیش بگرداند. سلامت سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.